یک افسانه عامیانه است. بعضی از مناطق کشور، مخصوصا مناطق کوهستانی، قدیمی ها معتقد بودن که در شب‌هایی که مهتاب هست، ماه کامله، کوه‌هایی که پلنگ دارن، پلنگ ها میرن روی بالاترین صخره‌ها میستن، میپرن ماهو بگیرن. میگن که پلنگ مغرور با شکوه و نمیخواد بالاتر از خودشو ببینه. میگن صبح شب‌های مهتابی اگر در اون کوهستان ها رفت آمد کنید، توی دره ها جنازه پلنگ ها رو خواهید دید که پریدن ماهو بگیرن و خب طبیعیه که نگرفتن و پرت شدن پایین. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خطیم آری، موازیان به ناچاری، که هر دو باورمان ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود.